خیلی موقع فکر می‌کنی یه موضوعی خیلی موضوع ساده ایه، بعد واردش میشی هی یواش یواش متوجه میشی که چرا ابعاد پیچیده‌تری داره. بعد هر کدوم از راه‌هایی که میری تهش به بن‌بست میرسی. راهایی که فکر میکردی که به یه جایی میرسه این تهش بن‌بسته. بعد آخرش دیگه همینجوری دستتو می‌ذاری رو میز، از دهنت می‌خوای بکنی تو از چشت بیاد بیرون.